با درود خدمت همیهنان عزیز، امروز شنبه 24 فروردین 1398 به عبارتی 15 دقیقه دیگه مونده به ساعت 12 شب که من با عجله این پیام رو برای شما همیهنان عزیز میفرستم، چون هیچ راه دیگری نیست. از طریق رادیو تلویزیون نمیشه پیام رو فرستاد. تنها وسیله‌ای که دارم فعلا همین کانال. از همه شما بچه‌ها خواهش میکنم که این پیام رو پخش بکنید به صورت وسیع در کنار اعلامیه یا اطلاعیه یا جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خویش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی. ببینید دلیل این پهلوی چیه؟ مثلا یه مطلبی رو که چندی پیش دوستان برای من گفتن که سوال کردن آقا رضا چرا این کمونیستا، این توده یا این مصدقی ها مخصوصا چرا اینا انقدر با جاوید شاه مخالفن؟ گفتم که اینا تصور نکنید که مثلا ما میگیم جاوید شاه منظورم این نیست که مثلا رضا شاه یا محمد رضا شاه مثلا 400 هزار سال عمر کنه. نه، هر انسانی یه عمری داره دیگه کلاغ که نیستیم که. هر آدمی چقدر میخواد عمر کنه؟ 150 سال، 200 سال، بالاخره یه روز هممون قراره بریم زیر خاک دیگه. حالا خوبه ما آدما میدونیم که میمیریم. سلام، حمید هستم با کانال شعر سرای پارسی. اومدم خدمتتون با شعری از ایرج میرزا، مثل همیشه بدون سانسور. پس خواهشاً یا تنها گوش بدید یا با هندز فری. موضوع شعر اینه که مهمون ویژه‌ای داره ایرج میرزا که پسری همراهشونه. ایرج میرزا از این پسر خوشش میاد و در ادامه ماجرا میخواد که به اون اهداف خودش برسه. یه خورده تندتر شعر رو میخونم بچه‌ها، به خاطر اینکه متن طولانیه، نمیخوام وقت ویدیو. نوذر درود. به مشروطه خواهان ز نوذر درود، با آن ملت برتر از زر درود. سنندج به پا خیز برنا و پیر، حالا وقت کار است شیر دلیر. مهاباد و بوکان و سردشت گرد، ز مردانگی گوی سبقت ببرد. پیامی رسانید به ایرانیان، زنان و جوانان و فرزانگان. زنان خردمند ایران